voice behind it, which watch where the system comes. سلاح سری در دست سپاه که جهان ندارد. سلام بینندگان عزیز، خوش آمدید به یک خبر تحلیلی دیگر از کانال سیاست روز. برای آگاهی از تازه‌ترین خبرهای نظامی ایران و منطقه کانال ما را سابسکرایب کنید. آیا می‌دانید که فیزیک پلاسما در چه رابطه‌ای است؟ جواب: جنگ افزاری فوق پیشرفته که در جهان برای اولین بار سپاه پاسداران به آن دست یافت، ولی جهان با این همه پیشرفت و مدت قریب 60 سال دنبال پلاسما است ولی نتوانست. یکی از سلاح‌های سری که سپاه پاسداران بدان دست یافته و باور کردنش برای خیلی ها سخت است، علم پلاسما است که شاید عده‌ای مسخره کنن، ولی این اتفاق افتاده و خدا را 1000 بار شکر که اولین کشور در دنیا هستیم که به این علم دست پیدا کردیم. این علم توسط آقای کشه که یک ایرانی است و در اروپا زندگی می‌کند در سال 2008 میلادی به ایران دعوت شد. با همکاری او دانشمندان ایرانی با موفقیت به این علم دست پیدا کردند. آقای کشه بنیادی دارد به نام بنیاد کشه که دانشمند بزرگی است و در علوم پلاسما سعی دارد به تمام دنیا کمک کند و مقاله و کتاب‌هایش به چندین زبان دنیا منتشر شده است، ولی خیلی ها مسخرش می‌کنند و قبولش ندارند. پلاسما نوعی انرژی است که اگر هر کشوری به آن دست پیدا کند، سرعت آن مافوق نور است. شاید اسم سفینه یا بشقاب پرنده به گوشتان خورده باشد یا اسم انسان‌های فرازمینی را شنیده باشید و یا دیده باشید شیئی نورانی در آسمان فلان شهر مشاهده شده. این نوعی انرژی پلاسما است که با سرعت مافوق نور حرکت می‌کند. رفتن به کره ما در خیلی کمتر از 1 دقیقه. شاید الان هم باورش برایتان سخت باشد که
چطور کشورهای پیشرفته‌ای مثل آمریکا، روسیه، چین، هند، انگلیس، فرانسه و دیگر کشورها با این همه امکانات بهش نرسیدند؟ ایران با هیچی بدان دست یافته. قرار نیست هر کسی به یک تکنولوژی دست پیدا کرده حتما باید از دانشمندان این کشورهای پیشرفته باشد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: علم اگر در ثریا هم باشد مردانی از پارس بدان دست خواهند یافته. بعید از هر کشوری آخرین دستاوردهای خود را بخواهد رونمایی کند. شما می‌دانید که در علم فیزیک می‌شود میدان مغناطیسی ایجاد کرد و خیلی از موشک‌ها و هواپیماها را در طور یا میدان مغناطیسی گرفتار کرد و بدون آسیب رساندن در زمین نشانده. علم پلاسما برگرفته از علم فیزیک است. شما می‌دانید که تمام هستی و کائنات در حال چرخش هستند. تمام کرات در حال چرخشند. همین کره زمین بدون آنکه حس کنیم در 365 روز یک دور به دور خورشید میچرخد که به آن سال خورشیدی گویند. سرعت زمین به قدری زیاد است که انسان آن را به هیچ وجه شناور باشند و هیچ کاری نتوانند انجام دهند. برای اطلاعات بیشتر به یوتیوب بروید و مصاحبه آقای رحیمی و امیدوارنا را گوش بدهید. سپاه پهپاد آرکیو 170 آمریکا را هم با علم فیزیک پلاسما سالم به زمین نشانده. در سال 1390 در مرز شرقی سرداران سلامی و حاجی زاده چندین بار غیر مستقیم به داشتن امکانات پیشرفته اشاره کردند و بارها سردار حاجی زاده به تیم مذاکره کننده اعلام کرده: شما محکم مذاکره کنید و از مواضع کشور عقب نشینی نکنید. من به مردم قول می‌دهم آمریکا هیچ کاری نمی‌تواند بکند. مطمئناً سپاه فقط به موشک‌ها دل نبسته، چون دشمنان موشک‌های پیشرفته‌تر از ایران دارند. رهبری هم اخیراً با قاطعیت اعلام کرد آمریکا اگر بخواهد کوچکترین حماقتی انجام دهد قطعاً شکست خواهد خورد. سروران گرامی، سپاه به دستاورد بزرگ فیزیک پلاسما دست پیدا کرده و در آینده نزدیک خبرهای خوبی از آن خواهید شنید. شاید عده‌ای